ریمیکس پاشا. خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه مادر بزرگ گیاه و سبزه داره. اصل من مسخره اصلا، مگه اسخر ربی تو رو سننه میدی دیس مسلحتی تو رو سننه بنویس سیدی ویس پوزداف برو سننت بانداش. چرا وقتی در اومد تفنگتون باش داشتی تو برا خودت یاد داشت کنی یه گوشه جار نزم محتوا شده کوکوداف بابا شکلات بابا لف بمیری همین مونده تو ازمون ایراد بگیری. حتی واقعی نیستی اگه لایف بگیری، اگه گنگینه بریم پموات بگیری پکولاب برو آپ به دولاب برونات یکم گنگت سنگینه واسه کولات آجی زفتارم صفه چی زفرونات یکی بگه چقدر رپ داره رپ به پولات ابراهیمم پاشا وقتی میام پا میشن همه داشا باشه تو هم یکی عودتی الله بابا عودان کن دوده بره بالا ماشالله. من یکی دید چیزش در اومد کاش من انقدر دیپرس نبودم و وینچسترم هم روم و تو بیزنس نبودم و شیفتی جیبت نبودم زودتر دنبال پیشرفت با 16 سال پیش وقت داشت 6 وقت با این اندازه دنبال رب نبودم سر زبونم چاق نبود از درونم داغ نبودم پی پرواز نبودم اما یهو از پشتم بال در اومد بهم گفتن قول دادی پول دار بشی روی فرشای قرمز و خوب راه بری واسه دوستا دورژانس بشی توی روزنامه توفان کنی بیاد رو باد پلیس شب و روز کار کنی نمیتونی پاک کنی نمیدونی داغ شدی نمیمونی شاس کنی که تو باغ بودی گاب بودی به جا باغ کنی خواب بودی تو آباب بودی جا موندی بگو مگه چی به تو خیابون داد کیا میان اونجا اونا درد سرن در بدرن کل خرن گله برن اهل پنن زر بزنن در بزنن زر ترک میشی بچه قشنگ تر که وطن کن برو شهر فرنگ کجنا میرم دستم بیک لدامو میشناسم میگن علم بیک مهم نی برام که اصلا فیک منم ترجیح برام به جا سر سابجکت وقتی بودیم کسی نبود جایی ما رو دیدی داشتی زیارتت قبولات در وردن برام 4 تا سر و زبون اگه کارا به موقع میرسیدم اون نبود حالا بگو داری چی کار بیدارو اسکی میری چرا بگو بیدارو بداتون باید یه جای ایرانو بلاروسی میام یا از میلانو بزا بره بالا ویتامیناتون حریف قوی میخواد این هیولاتون نه مغز بنگی عملی داغون میزنم زیرش حتی بذارم قانون خود من جمع کن